خب بچه‌ها بریم سراغ تست. میگه جواب کلی معادله مثلثاتی که داده کدام است؟ بچه‌ها توی تست های مثلثات شما اولین کاری که میکنید اینه به کمان ها نگاه کنید. اگه توی کمان ها مضرب پی یا مضرب فرد پی دوم دیدید، اولین کارتون اینه که اون نسبت رو با کمانش چیکار کنید؟ ساده کنید. الان من اینجا سینوس پی به علاوه ایکس دارم، کوسینوس پی دوم به علاوه ایکس و سینوس پی منهای ایکس، یعنی این سه تا نسبت رو من باید چیکار کنم؟ ساده کنم. ساده سازی هم بهت گفتم تو درسنامه قبلی 4 تا قدم داره یا 4 تا مرحله داره. مرحله اول این که پیدا کنم این کمانی که به من داده تو کدوم ربع دایره مثلثاتیه. بعد ببینم آیا این نسبت مثلثاتیم تو اون ربع مثبت یا منفی، و بعد ببینم آیا این نسبت مثلثاتی تغییر میکنه یا همون خودش باقی میمونه، و بعد کار تمومه. حالا میام سراغ سینوس پی به علاوه ایکس. خب سینوس پی به علاوه ایکس بعد پیدا کنم پی به علاوه ایکس کدوم دایره مثلثاتیه. این دایره مثلثاتیم صفر، این محور کوسینوس ها، این محور سینوس ها بالا می نویسم و این هم پی. میگه پی به علاوه ایکس، چون گفته به علاوه باید در خلاف جهت چرخش عقربای ساعت حرکت کنم. این پی یه مقدار بعد بیام جلو میرسم اینجا. شاید بگی از کجا میدونیم رسیدیم اونجا؟ ببین ما فرض میکنیم x یه زاویه حاده است. حالا چه اینجا برسید چه اینجا برسید فرق نمیکنه. کدوم ربع سوم. ربع سوم سینوس مثبت یا منفی. ببین اینجا اگه نقطه صفر باشه این نقطه زیر صفره. وقتی زیر صفر باشه پس سینوس منفیه. پس این علامت منفی پی رو خط میزنم. پی فقط برای من چیکار کرد؟ این علامت رو مشخص کرد. حالا ببینم آیا این سینوس به کوسینوس تبدیل میشه یا نه. نه. چرا؟ چون که اینجا مضرب پی دارم، مضرب فرد پی دوم ندارم. اگه یادت باشه گفتم مضرب فرد پی دوم چیکار میکنه؟ نسبت مثلثاتی رو عوض میکنه. پس خود سینوس رو مینویسم. چیزی که از کمان باقی میمونه با علامت قبل از ایکس هم کاری ندارم، منفی سینوس ایکس. پس این عبارت کلا میشه منفی سینوس ایکس. میرم سراغ بعدی، کوسینوس پی دوم به علاوه ایکس. باز پی دوم به علاوه ایکس رو پیدا میکنم. اینجا پی دومه به علاوه ایکس، یه مقداری میام جلو میرسم اینجا. ربع دوم کوسینوس مثبت یا منفی. ببین این نقطه صفره، این هم محور کوسینوس ها. این نقطه سمت چپ صفره، پس کوسینوس منفیه. این منفی. آیا کوسینوس به سینوس تبدیل میشه؟ بله. چرا؟ اینجا مضرب فرد پی دوم دارم. ببین یک پی دوم دیگه، مضرب فرد پی دوم میشه یک پی دوم، سه پی دوم، پنج پی دوم، منفی پی دوم. کلا یه عدد فرد به پی دوم ضرب بشه. پس کوسینوس تبدیل میشه به سینوس. این پی دوم خط میخوره. کارش همین بود که این نسبت رو عوض کنه و این علامت مشخص بشه. چیزی که از کمان باقی میمونه با علامت اینم کاری ندارم، ایکس خالی رو می نویسم. پس این عبارت هم شد چی؟ منفی سینوس ایکس. میرم سراغ این سینوس پی منهای ایکس. این پی چون گفته منها یعنی باید در خلاف جهت حرکت کنم، یعنی اینطوری میشه چی میشه؟ ساعت کرد، موافق حرکت چرخش عقربه های ساعت. میرسم به اینجا. ربع چندم اینجا؟ ربع دوم سینوس مثبت یا منفی. ببین این نقطه بالای صفر، اینم محور سینوس ها. پس سینوس مثبت، این مثبت. آیا سینوس به کوسینوس تبدیل میشه؟ نه. چرا؟ چون مضرب پی دارم، خبری از پی دوم اینجا نیستش. پس خود سینوس رو می نویسم و چیزی که برای من باقی میمونه با این علامت هم کاری ندارم، ایکس خالی. بنابراین این عبارت هم میشه میشه مثبت سینوس ایکس. حالا این معادله‌ای که به من داده با استفاده از این مقادیری که به دست آوردم می نویسم منفی سینوس ایکس در منفی سینوس ایکس منهای دوتا سینوس ایکس به علاوه یک مساوی صفر. خب اینو ضرب میکنم، منفی در منفی مثبت، سینوس ضرب در سینوس میشه سینوس به توان 2x منهای دوتا سینوس ایکس به علاوه یک مساوی صفر. شاید بگی خب آقا این الان که سخت‌تر از اون بالایی شد که اینو الان چطوری حل کنم؟ ببین اینجا به بعد یه خورده دیگه بستگی داره که ریاضی پایت چقدر قوی باشه. اگه ریاضی پایت قوی باشه اینو سریع میگی که اتحاد یه معادله درجه دوه. اگه ریاضیت زیاد خوب نیست، ببین یه راه حل بهت میگم. همیشه توی
معادله‌ای که میای گیر میکنی، نه فقط مثلثاتی. میبینی که نمیتونی ادامه بدی، یه عاملی همیشه تکرار میشه، اون عامل تکراری رو تی بگیر، تغییر متغیر میدیم. ببین این سینوس الان اینجا تکرار شده دیگه. خب من سینوس رو میگیرم چی؟ سینوس x مساوی است با تی. خب حالا چیکار کنم؟ ببین این تی رو بردار بیار به جای سینوس بذار، یعنی معادلت رو بر حسب تی بنویس. میشه تی به توان 2 منهای 2t به علاوه 1 مساوی 0. این الان برات قابل لمس تر که یه معادله درجه 2، درسته؟ خب حالا این معادله درجه 2 رو باید حل کنم، جوابش رو به دست بیارم تا ببینم که جواب تست چی میشه. روش حل معادله درجه 2 رو من به طور کلی بهت یاد میدم. ببین روش حل معادله درجه 2، ببین 4 تا روش وجود داره برای حل معادله درجه 2. من به ترتیب اهمیت می نویسم. 1. اتحاد جمله مشترک. این برمیگرده به سال اول دبیرستان. اتحاد جمله مشترک چی بود؟ اگر دو پرانتز در هم ضرب شن که یه عامل مشترک بین اونها وجود داشته باشه، به این صورت میشه. ببین x به علاوه a x به علاوه b، عامل مشترک اینجا چیه؟ x. جواب این میشه مشترک به توان 2 به علاوه جمع غیر مشترک ها در مشترک به علاوه ضرب غیر مشترک ها. خب اگر یه معادله بهت بده که به این شکل باشه و تو بتونی اینو تجزیه کنی به صورت اتحاد جمله مشترک بنویسی، خیلی راحت. وقتی ضرب دو عبارت صفر میشه، حتما یکی از اونها صفره، یعنی یا این پرانتز صفره یا این پرانتز. پس اتحاد جمله مشترک یکی از روش هایی که خیلی زیاد استفاده میشه توی حل معادله درجه 2 و باید خوب بلد باشی. به عنوان مثال x2 به علاوه 6x به علاوه 9 فرض کنیم. خب اینو چطوری باید حل کنیم؟ ببین دو تا عدد پیدا کن ضربشون بشه 9. 3 ضرب در 3 و 9 ضرب در 1. درسته؟ اجازه بدید من اینو به جای 6 بنویسم. بنویسم منفی 8. خب 3 ضرب در 3 9 ضرب در 1. جمع کدومشون 8 میشه؟ 3 به علاوه 3 که میشه 6. 9 به علاوه 1 میشه 10. 9 منهای 1 میشه 8. پس این میتونه باشه. دو تا پرانتز میکشم، x رو میذارم، یه 9 یه 1 دارم. حالا سر علامتشون باید اینجا یه خورده دقت کنم. علامتش هم باید درست کنم، ببخشید چون این مثال خیلی فعل بداهه شد. علامتش از کجا مشخص میکنم؟ ببین علامت ضرب این ضربه دیگه. ببین ضرب دوتا منفیه، یعنی چی؟ یعنی مختلف العلامت هستن، یعنی یکی مثبته یکی منفی. حالا کدوم مثبت کدوم منفی اینو از کجا بدونم؟ از علامت جمع میفهمم. ببین این جمع دوتاست دیگه. این که منفیه یعنی بزرگتره منفیه، یعنی 9 پشتش علامت منفی میذارم، 1 مثبت. ببین 9 ضرب در 1 منفی 9 ضرب در 1 منفی 9 میشه. منفی 9 به علاوه 1 منفی 8. این مساوی 0. خب وقتی این مساوی 0 باشه دو تا جواب دارم دیگه، یا این پرانتز مساوی 0 یا این پرانتز مساوی 0. روش دوم روش ضرایبه. روش ضرایب چیه؟ ببین اگر معادله درجه 2 به صورت کلی اینطوری باشه ax2 به علاوه bx به علاوه c مساوی 0، این حالت استاندارد معادله درجه 2. به a b و c میگیم چی؟ ضرایب. ضرایب معادله درجه 2. توی معادله درجه 2 بین ضرایب این روابط برقراره. ببین اگر مجموع ضرایب 0 بشه، با x کاری نداریم، ما این عددا رو اگر با هم جمع کنی 0 بشه، دو تا جواب داره معادله ما. جواب اول 1، جواب دوم 30 اوم، یعنی این ضریب تقسیم بر ضریب اونی که توان 2 داره. و اگه a به علاوه 3 مساوی b باشه، یعنی اولی به اضافه آخری مساوی باشه با وسطی،
اینجا هم 2 تا جواب داریم. x1 مساوی منفی 1، x2 مساوی منفی 30. یعنی همین جوابهای بالاست، فقط یه علامت منفی داره، یعنی قرین است. این هم زیاد استفاده میشه، روش ضرایب. روش بعدی معادله اتحاد مربع دو جمله‌ای. باز اول دبیرستان. اتحاد مربع دو جمله‌ای چیه؟ آ به علاوه یا منهای ب به توان 2. این چیه؟ اولی به توان 2 به علاوه منهای 2 برابر اولی در دومی به علاوه دومی به توان 2. مثال ببین x منهای 2 به توان 2 میشه x2 منهای 4x به علاوه 4. ببین وقتی میگیم 2 برابر اولی در دومی، وقتی علامت بینشون منفیه، این منفی رو یه بار اینجا میذاریم، دوباره لازم نیست شما وقتی دومی رو در اولی ضرب میکنی بیایی منفیش هم ورداری. پس اگه به تو دادن x2 منهای 4x به علاوه 4 مساوی 0، اینو میتونی چیکار کنی؟ ببین اینو تبدیل کنی به یه اتحاد مربع دو جمله‌ای و بنویسی که این مساوی است با x منهای 2 به توان 2. خب اینم اگه مساوی با 0 باشه، یه عدد وقتی 0 به توان 2 برسه 0 میشه که خودش 0 باشه دیگه، نمیشه که 1 به توان 2 برسه بشه 0. پس داخل این پرانتز باید 0 باشه. از اینجا هم میتونی ریشه رو به دست بیاری. و روش آخر، یعنی اگه هیچ کدوم از اینها جواب نداد، روش دلتا. این دیگه هر نوع معادله درجه دویی برات حل میکنه. دلتا چیه؟ دلتا مساوی است با B2 منهای 4A3. B A و C اینا ضرایب هستن. این یه رابط هست که دلتا رو مشخص میکنه. به دلتا میگم مبین معادله. خب حالا که چی؟ مثلا این دلتا رو به دست آوردیم. ببین دلتا ممکنه که 3 تا حالت پیش بیاد، یعنی این B2 منهای 4A3 رو که محاسبه کردیم ممکنه 3 حالت برات پیش بیاد. دلتا بزرگتر از 0 باشه، دلتا مساوی 0 باشه، یا دلتا کوچکتر از 0 باشه. اگر دلتا بزرگتر از 0 باشه 2 تا ریشه داری، یعنی 2 تا جواب داری. اگه دلتا مساوی 0 باشه ریشه مضاعف داری. ریشه مضاعف یعنی که 2 تا جواب داری، هر دو جواب با هم برابرن. و اگر دلتا کوچکتر از 0 باشه ریشه ندارد. بچه‌ها ریشه یعنی چی؟ ریشه یعنی محل برخورد نمودار با محور ایکس ها. وقتی میگیم ریشه ندارد یعنی اون نمودار محور ایکس ها رو قطع نکرده. مثل چی؟ مثل این. ببین این ریشه ندارد، این نمودار محور ایکس ها رو قطع نکرده. ریشه مضاعف چیه؟ این ریشه مضاعفه. ببین مماسه، ببین میگن ریشه مضاعف. و 2 ریشه، این هم 2 ریشه. ببین 2 تا محل برخورد داره با محور ایکس ها. پس ریشه یعنی محل برخورد نمودار با محور ایکس ها. خب حالا این 2 ریشه دارد، این 2 ریشه رو از کجا باید گیر بیارم؟ خب از اینجا باید گیر بیاری. نگاه، x1 و x2 یعنی 2 تا ریشه مساوی است با از این فرمول منهای b مثبت منفی رادیکال دلتا بر 2a. چیز پیچیده ای نیست، همین ضرایبه و دلتا رو هم که اینجا به دست آوردی دیگه میذاری زیر رادیکال و جذر میگیری ازش. اگر ریشه مضاعف داشته باشه x1 مساوی x2 مساوی است با منهای b بر 2a. و وقتی ریشه ندارد، خب وقتی ریشه ندارد دیگه من چی رو میخوام پیدا کنم؟ پس این روش حل معادله درجه 2 به صورت کامل. خیلی راحت میتونی معادله درجه 2 رو با یکی از این 4 روش حل کنی و روش دلتا رو همیشه بذار آخر، چون روش دلتا هر نوع معادله رو میتونه حل کنه، ولی معمولا معادله‌ای که بهت میدن سر جلسه کنکوری بیشتر با جمله مشترک حل میشه یا با ضرایب. این دوتا رو حفظ کن و قاطی هم نکن. اینا رو ببین، اینها رو اصلا با هم قاطی نکن. بریم سراغ حل تستمون. خب ما اینجا یه معادله داریم دیگه. ببین میخوام این معادله رو الان با همین روشایی که بهت گفتم حل کنم برات. ببین اول از جمله مشترک شروع میکنم. 2 تا عدد بگو که ضربشون بشه 1. خب 1 ضرب در 1. آیا جمع این دوتا 2 میتونه باشه؟ 1 به علاوه 1 میتونه 2 باشه، منفی هم میتونه باشه. پس من 2 تا پرانتز می نویسم. T 1 علامت ضرب مثبته، یعنی هم علامت هستن هر دو، یا هر دو منفی ان یا هر دو مثبت. حالا از کجا بدونم هر دو منفی یا هر دو مثبت؟ از علامت جمع. علامت جمع منفیه، پس هر دو
منفی هستند. خب این با این برابر مساوی صفر. چند تا جواب دارم؟ در واقع 2 تا دارم ولی هر دو با هم برابر دیگه، یعنی ریشه مضاعفه. t منهای 1 مساوی صفر، t مساوی 1. این از روش جمله مشترک. حالا میرم سراغ ضرایب. ضرایب رو به من بگو. a مساوی 1 ضریب t دو 1، b مساوی منفی 2، c مساوی 1. خیلی خوب. a به علاوه b به علاوه c مساوی 0. ببین 1 منهای 2 به علاوه 1 مساوی 0. پس 2 تا جواب دارم. x1 مساوی 1، x2 مساوی c a. c رو بگو چنده؟ c 1. a چنده؟ 1. اینم 1. پس بخشید من به جای tx نوشتم t. پس اینجا هم به جواب چی رسیدم؟ دوباره 1. اینم روش چی؟ ضرایب. میرم سراغ اتحاد مربع دو جمله‌ای. ببین اولی به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی. دومی رو نمیبینی، دومی 1. 2 ضرب در 1 ضرب در t دیگه. خب به علاوه دومی به توان 2. پس t2 منهای 2t به علاوه 1 مساوی 0 رو من چطوری میتونم بنویسم؟ مینویسم t منهای 1 به توان 2 مساوی است با 0. خب این پرانتز باید 0 بشه دیگه، وقتی به توان 2 میرسه بشه 0. پس t منهای 1 مساوی 0، در نتیجه t مساوی 1. از این روش هم به همین جواب رسیدم. مربع دو جمله‌ای. حالا دلتا رو هم برات حل میکنم از روش دلتا. دلتا مساوی است با b2 منهای 4 a3. b چنده؟ b منفی 2 به توان 2 منهای 4 برابر a1 c هم 1. منفی 2 به توان 2 میشه 4 منهای 4 مساوی است با 0. ریشه مضاعف دارد. ریشه مضاعف چی بود؟ t1 مساوی t2 مساوی است با منهای b بر 2a مساوی است با منها b رو بگو. b منهای 2، این هم 2 a هم 1. این منفی در منفی میشه مثبت، میشه 2 دوم مساوی است با 1. پس از روش دلتا هم به همین جواب رسیدم. این تست رو من این معادله رو با 4 تا روشی که گفتم حل کردم. هر 4 تا روش به من یه جواب داد و باید هم همینطور میشد. t مساوی 1. پس t مساوی 1 جواب مسئله‌ام شد. حالا من به جای t چی گذاشته بودم؟ فرضم این بود که سینوس x مساوی باشه با t. پس حالا میام به جای t دیگه سینوس رو میذارم دیگه. پس میگم سینوس x مساوی شد با 1. ببین این حالت خاص بود. اگر سینوس u مساوی باشه با 1، u مساوی است با چی؟ اگه یادت باشه 2 کاپی به علاوه پی دوم، جواب کلی معادله مثلثاتی. پس سینوس x مساوی 1، در نتیجه x مساوی است با 2 کاپی به علاوه پی دوم. این جواب مسئله است. ما چی رو میخواستیم؟ ما جواب کلی معادله مثلثاتی رو میخواستیم. معادله مثلثاتی رو ساده کردیم، رسیدیم به این معادله. این معادله رو به این روش حل کردیم، رسیدیم به جواب t مساوی 1 که به جای t سینوس گذاشته بودیم. پس میایم به جای t سینوس رو قرار میدیم، معادله رو حل میکنیم، به این جواب میرسیم. این جواب تو کدوم گزینه است؟ گزینه 3 جواب این مسئله است. بچه‌ها دقت کنید، سر جلسه شما انقدری طول نمیدید حل مسئله رو. من اینجا چون دارم بهتون یاد میدم و توضیح میدم تمام مراحل رو و مینویسم، به همین دلیل یه مقدار طول میکشه و ممکنه که شما فکر کنید که ای بابا حالا مثلا برای یه تست مثلثات ما یه ربع میخوایم وقت بذاریم. نه، اینطوری نیست. شما انقدر باید تست حل کنید که سر جلسه تا تست رو میبینید بفهمید از کدوم مبحثه و از چه روشی باید این رو حل کنید. یه استراحت کوتاهی کنیم بریم سراغ تست بعدی.